اینجی خوبه یا چی وطن خوبه؟ اینجی؟ همینجی بنده میشی؟ خدا نیست چی میشی چیز و پرده ورده ده. منصور جان تو مکتبش رفتی؟ رفتم. صنف چنده؟ سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین، در جای دنیا هستین، خوب و خوشحال باشین. خیلی خوش آمدین به امروز نه برنامه‌مو. امروز برنامه‌میه که منصور جان همراه پدر جان خونده به خانه‌مو. اینجا چی باعث شده که همده از خودش سوال مونیم. اولی منصور جان سلام. نگو. چطور هستی؟ خوبی؟ خوبه. از کجا آمده؟ کنتون. خب در کجا آمده؟ خانه میلاد آمده؟ خب اینجی خوبه یا چی وطن خوبه؟ اینجی؟ همینجی میشی؟ خب منصور جان اینجی گفتی که خانه میلاد تسکار آمده؟ دکتر آمده؟ چی تسکده؟ خود دوستای عزیز مرقم که وش منین منصور جان اینجا آمده در دکتر آمده و دیگه گپایشی از پدر جانش سوال نی و مشکلات و وضعیت منصور جان را از پدر جانش این دفعه بشنیم. سلام کاکای. علیکم سلام. چطور هستی؟ خوبی؟ بخیری؟ خوبه خیرت بخیر خانواده خوبه خیرت دارین؟ خدا را شکر. کاکای یک سلام کن به دوستان. سلام دوستای عزیز، در هر جایی که هستین خوش باشین، سفرهای شما به خطر باشد، خداوند شما رو عمر بده. کاکای چیز کار آمدین اینجی؟ والا ما آماده منی بچه بنده خدا نیست چی میشی چیز و پرده ورده ده میره بودیم دکتر این نقطه دکتر شه من دیده کدام شفخانه راموز این شفخانه راموز این دیروز چیش مزید عمل کردیم. خب چی وقت آمدین؟ پیش پری روزم دادیم. از کجا آمدین؟ این از اصلا ولسوالیزم قره‌باغ است، جای ما تمکیه در تخچی میشینیم، یک منطقه تخچی میگه اون منجی میشیم. باز دیروز که پرسیدیم که مثلا چشم از چیه خرج عمل از چند میشه، باز خیلی اصرارم کردم، باز بنده خدا گفت نمیشه و چطور میشه و فلان میشه. قانون از ما میگه که برادر 26,000 که مو دیگه چشمار عمل کردی. خلاصه قدر اصرار کردم کلان ما 26,000 پی خود تنها دوستی چیز دکتر شد غیر دواهایشی که اینا هر پیره که موریم دوا میریم 5 ساعت 5.5 ساعت دواخانه از ما میگیره. در این تقریبا که حساب کنیم من ما تا از اینجا مرخص میشیم تقریبا 30,000 پی. آره از چی وقت حالی مشکل رو بخشش میداشتیم؟ یعنی تقریبا یک ماه میشه که من متوجه زیشتم. یک ماه روزایی که یک منطقه از مکتسب بوتر آخر سال آزاد مونه. اون بوتر آزاد کردیم، باز یک روز هم متوجه شدیم که چی مزی سوش شده. باز والا هیچ چی کار کنیم نکنیم، از یک مشکل اعصاب داره خدایا. اگر مثلا چیش مزی اگر نابینا باشد یا از یک دور اعصاب نداره چیشم نباشد که خیلی مشکله. باز امیر مجبور شدیم پیسه هم نداشتیم، مجبور شدیم آمدیم گفتیم شاید دمی دوا ما تیرش ندادیم چقدر مقدر یعنی شاید یک رقم میشونه این جماعت می امر عمل داد. خدایا خب ما پیسه نداریم چیکار کنیم؟ از اونجا باز یک دونه گوسفند داشتیم امور در فروش رساندیم که باش چیش مزیر بودیم عمل کنیم. اون گوسپوی یک دونه گوسپوی چند پیسه میشه اون پورا نتنیست. این حال تایران مندیم بخیر بدهکاری زیر ما کجا پیدا کنیم و تنها یک چی میشم نه کاش یک چیش میشیم بود. این حال تکلیف اعصاب داره. دیرو دکتر میگه که چیه این کام از این گشته بوده این نیاز به عمل داره. آی برادر خون دو عمل سرزی باید یک تکلیف اعصاب و ما اینقدر چی از کجا کنیم. این مشکل اعصابش چند سال میشه؟ این مشکل اعصابش این روزی که به دنیا آمده یه تکلیف اعصاب داره چون که در دیش چیزی نداشتیم. من دیگه کلم اکثر عمل هم نشان ندادم، خانه بوده و برو رفته و خانه بوده و برو رفته انده چون که ما در دیش چیزی نداشتیم. این حال بس کسا از ما سوال منه که توری چوده نمیدیم در کدام جایی در سیا میدادی یا در سازمان ملل میگه که چیز کل میگه اونجا سیا میدادی که میگوت مجانی را ببره عمل کنه. خب کاکای منصور جان چند سال هسته؟ تقریبا 12-13 ساله باشه دیگه 12-13 ساله سری دیگه. خب این مثلا مشکل اعصابش چی رقمه؟ که مشکل اعصابش مثلا این حالی که بیرون بره پس دوباره خانه پیدا نمیکنه مور یک جای دیگه
این مجبور یک نفر برادر جان چی دنبال از بوشن بوری پس بیره تا خانه برسد نه اگر کس دنبال چی نره ممکنه ده باید بیرون بوم نه. خب باز کدام تداوی چیزام کردی؟ ولی تا که توان داشت و ای طرف بردیم دمی دکتران بردم این دکترای از این منطقه خب مگه که نیاز داره که باید خارج بره ما که توان خارج ندارم ما دیگه ما توان خارج ما توان یک یعنی چیش میشه که مورد عمل کردم حال امور ما باقی هم دم چی رسید که ما در خارج بودیم دیگه بنده خدا اونو کاش که یک چی بشه باشد حالی زبان نداره اعصابش نو رقمه و میدونی این همه مشکل ما در این ملک افغانستان در این کامشم که داشته اونو کامشم نیاز در عمل داره و دکتر دیروز گفته که تو ببر کام ازی عمل میشه و نمیدونم دندانای ازی شو بالای تقصیر کامش گوشته بوده این حالا ایران من ما چیکار کنیم. خب منصور جان تو مکتبش رفتی؟ رفتم صنف چنده؟ نه خب داینده میخوای چیز کارشنی؟ رفتم مکتب رفتی؟ خب دوستای عزیز امو رقم که سایل که دین و فامیدین منصور جان مشکلات را داره و پدر جانش هم وضع مالی خوبی نداره که کمکی از ایشونه که منصور جان را تداوی کنه و همچنان شما دوستای عزیز که وضعیت اقتصادیشون خوبه شما تقاضا منم خواهش منم که از کاکایم کمک کن شما خواهش منم و همچنان کاکای جان اگر کدام گفتنی داره به دوستا بگی. خب خدا دوستا رو نگاه کنه بسیار عمر بدیه سفرش به خطر کنه آره اگر ما خود جان خو توان نداریم اگر می برادر اگر کمک میکنه قدر ما کدام همکاری منه ما می بنده خدا بور میل تا که آدم زنده پدر مادر زنده کو آخر یک غمخوری منه بعد از ما می بدبخت کجا شده ولی اتر عصر زمان نیه که برادر جان شد یک برار دیست خدا سرش بگیره یا یک دوستی دیگر دیست خدا سرش بگیره خدا نخواسته یعنی مردم ها مگه که ما شما مسلمان هستیم بشر دوست هستیم از نگاه بشر دوستی اگر قدرزیم یک همکاری میتونیم اون خوب عجب اگر نمیتونیم دیگر توکل ما به خدا. خب دوستای عزیز کسایی که وضع اقتصادیشان خوبه میتونن کمک کنن میشماره کاکای در ویدیو میلم و همچنان اینا در یک گوشه زندگیم نکی آنتن نمیدیه و او خاطر میشماره خود را من اینجا میزنم دوستایی که خواستند کمک کنن در شماره ها به تماس شن. خب تشکر دوستای عزیز که تا این لحظه همراه از مو بودین و بیننده ویدیو از مو بودین. منصور جان یک خداحافظی کن به دوستا.